جایی تو این جهان که من از بچگی ها دوستش دارم. اونو هر شب میبینم وقتی چشمامو روی هم میذارم. اگه بودی میشه گفتم توی سرمای زمستون رازمو بهت میگفتم مثل بارون توی نفتون. اگه بودی میشه گفتم رازمو بهت میگفتم. یه طرف بر بیابون، یه طرف نم نم بارون، یه طرف باغ شقایق از زمین سر زده بیرون. میشناسم کوچه هاشو، دیوارا دریچه هاشو، بوی ذرات هواشو، دونه دونه آدماشو. میشناسم کوچه هاشو، دیوارا دریچه هاشو، دونه دونه آدماشو، بوی ذرات هواشو، بوی ذرات هواشو. جایی تو این جهان که من از بچگی ها دوستش دارم. اونو هر شب میبینم وقتی چشمامو روی هم میذارم. اگه بودی میشه گفتم توی سرمای زمستون رازمو بهت میگفتم مثل بارون توی نفتون. اگه بودی میشه گفتم رازمو بهت میگفتم. شنوندگان عزیز سلام و به برنامه رادیویی خالگیلی خوش آمدید. امیدوارم که هفته‌های خوبی رو گذرونده باشید و با سپاس از اینکه امروز ساعاتی رو با من خواهید بود. دوستان همطور که اطلاع دارید این برنامه یک برنامه غیر انتفاعی است و من سعی می‌کنم هر روز شنبه به طریق زنده خدمت شما عزیزان باشم و پخش مجدد قسمت اول این برنامه روزهای سه شنبه از همین کانال سی فیرفکس پابلیک اکسس از ساعت 11 تا 12 شب برای شما عزیزان مجدداً پخش خواهد شد و همینطور روزهای جمعه از ساعت 4:30 تا 5:30 بعد از ظهر. با سپاس از همه شما عزیزانی که من را در این راه یاری می کنید و مشوق من هستید برای آمدن به این استیشن رادیویی در عرض 16 سال گذشته. با سپاس از همه شما عزیزان که من رو با پیام هاتون شاد می کنید و مطلع می کنید از مسائلی که دوست دارید راجبش صحبت بکنیم و مسائلی که دوست ندارید راجبش صحبت بکنید. موزیک هایی رو که دوست دارید بشنوید و موزیک هایی رو که دوست ندارید بشنوید. ولی متاسفانه چون هیچ برنامه‌ای همه کس رو نمیتونه راضی بکنه، من هم در همون کاتگوری در همون مقطع قرار دارم و گاهی اوقات مجبورم موزیکایی رو بذارم که بعضی از شما عزیزان دوست ندارید و پوزش میخوام از شما عزیزانی که دوست ندارید و خوشحالم اونهایی که دوست دارن و میشنون و لذت میبرن. همینطور با سپاس از تمام فعالین این منطقه که
بی نهایت تلاش دارن برای ساختن یک جامعه خوب منسجم ایرانی و برای تشویق ایرانی ها به اینکه زندگی خوبی رو در این منطقه یا در امریکا داشته باشند و جدایی به وجود نمیارن بین ایرانی ها و کسان دیگری که در این کشور زندگی میکنند و تلاش میکنند که ما هم عنصری از این جامعه باشیم و جزوی از این جامعه، نه اینکه در این ملتینگ پات به قول همه امریکایی ها که امریکا یک ملتینگ پات هست که همه در اون ذوب میشن، بلکه یک ظرف سالاد میوه‌ای باشیم که همه در اون هویت خودمون رو حفظ میکنیم ولی ادغامش با هم دیگه یک چیز خوب و خوشمزه و زیبایی میشه که در اون میشه زندگی کرد و گذاشت بقیه هم زندگی بکنن. با سپاس از گروه فرهنگی و هنری ایرانیان که بیش از 25 ساله در این منطقه مشغول ترویج فرهنگ و زبان فارسی بین فرزندان من و شما، نوه‌های من و شما و بعضی از نتیجه های خیلی از ایرانیانی که اینجا میبینم هستند. با سپاس از تمام پدر و مادرهایی که بچه‌هاشون رو به این مدرسه میبرن و در این مدرسه فعال هستن که مدرسه روی پای خودش بمونه و با سپاس فراوان از معلمین و استادان این مرکز که این بچه‌ها رو تشویق میکنن به زبان فارسی یاد گرفتن. همینطور با سپاس از بقیه گروه هایی که در این منطقه هستند، به خصوص Children of Persia، کودکان ایران زمین که با تقویم های زیبای سالانشون در خونه های همه هستند و به فرزندان ایرانی ما در این منطقه و در ایران که نیاز به کمک دارن کمک رسانی میکنن. فقط باید اطلاع داشته باشن که این بچه ها کجا هستند و اونها نهایت تلاش رو برای کمک رسانی به اونها انجام میدن. همینطور با سپاس از گروه معتادین گمنام که روزهای یک شنبه و روزهای سه شنبه به دور هم جمع میشن برای کمک به هم دیگر و با سپاس از گروه خانواده های معتادین که روزهای یک شنبه به دور هم جمع میشن تا از همدیگه حمایت بکنن و به همدیگه کمک بکنن. همینطور با سپاس از تمام گروه های دیگری که در این منطقه مثبت هستن و فعال هستن و من از اونها خبر ندارم. اگر دوست دارید من و شنوندگان این برنامه رو در مطلع بکنید از وجود این ارگان ها، خواهش میکنم با ما تماس بگیرید. شماره زنده استودیو امروز هست 703 876 97 53. اگر دوست دارید به طریق مستقیم تماس بگیرید، اگر دوست دارید صداتون شنیده نشه، من ایمیلم باز هست و صفحه فیسبوک هم اینجا باز هست. به هر صورتی و به هر نوعی که دوست دارید با ما تماس بگیرید، من در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم که در محیط گرم خانه نشسته باشید و چایی هم بردست و با من به برنامه امروز بپردازیم و اگر دوست دارید راجع به چیز خاصی صحبت بکنیم، مطلب خاصی رو راجبش صحبت بکنیم، هم خواهش میکنم با من در تماس باشید و من رو مطلع بکنید که از چه مطلبی دوست دارید صحبت بکنیم. موسیقی با هم گوش میدیم و برمیگردم. با من باشید. خانم ها، آقایان، سازمان جشن‌ها با افتخار تقدیم می‌کند صدایی به وسعت دریاها، ابی.
با هر نگاه بر آسمان این خاک هزار بوسه میزنم. نفسم را از رود سپید و آسمان خزر و خلیج همیشگی فارس میگیرم. من نگاهم از تنب کوچک و بزرگ و ابو موسی نور میگیرد. من عشقم رو در کوه گوات، در سرخس و خرمشهر به زبان مادری فریاد خواهم زد، فریاد خواهم زد. تفنگم در دست و سرودم بر لب، همه ایران رو میبوسم. من خورشید هزار پاره عشق رو بر خاک وطن میآویزم. من خورشید هزار پاره عشق رو بر خاک وطن میآویزم. ای وارثان پاکی، من آخرین نگاهم بر آسمان آبی این خاک و خلیج همیشگی فارس، فارس، فارس خواهد بود. دوستان، باز هم با سپاس از اینکه امروز ساعاتی رو با من هستید و من رو در این راه یاری می کنید. امروز روز 7 ماه فوریه هست و مصادف با 18 بهمن ماه سال 1393 خورشیدی هست که با شما عزیزان به طریق زنده در استودیو هستم و شماره تلفن برنامه هست 703 876 97 53. بحث داغی که بر سر زبانها بوده در هفته‌های گذشته متاسفانه شیوع بیماری سرخک در امریکا هست که از دیزنیلند این بیماری شروع شد و یک سری از هنرپیشه ها و هنرمندان هالیوود که مرتباً مردم رو تشویق می‌کردن به اینکه واکسن نزنید و واکسن موجب شیوع بیماری آتیزم میشه بدون اینکه هیچ تحقیق علمی پشت این مسئله باشه و همیشه در همه جای دنیا هم انسان‌هایی هستن که اخبار رو گوش میدن، میشنون، به خصوص از هنرمندان و اشخاص دینی و کسانی که بهشون اعتقاد دارن بدون اینکه پشت اون هیچ تحقیقی باشه یا هیچ نوع
آماری باشه که ببینن که آیا این حرف درسته یا نه. و خیلی از خانواده های جدید، یعنی کسانی که جوان هستن، پدر مادرهای جوان، این ایده رو خریدند و بچه هاشون رو واکسن نزدن که مبادا بچه هاشون به بیماری آتیزم مبتلا بشن و متاسفانه بیماری که از بین رفته بود لااقل در امریکا دوباره داره شیوع پیدا میکنه و بحث شدیدی در این مورد بود که خب شما اگر تصمیم گرفتین بچه‌هاتون رو واکسن نزنین پس اجازه هم ندارید به مدرسه های دولتی بچه‌هاتون رو بفرستید. ولی خب دموکراسی و آزادی یه چیزایی هم داره که خودش از درون خودش مشکل‌زا هست و اینکه کسی نمیتونه کسی رو منع بکنه از اینکه بچهش رو حتما واکسن به مدرسه دولتی ببره یا اینکه مجبور کنه پدر مادری رو که حتما باید به بچهشون واکسن بزنن. بنابراین این حرف‌ها همینطور داره انجام میشه و همینطور همه دارن راجبش عقاید متفاوتشون رو میگن و نظریه پردازی های متفاوت انجام میدن. میخواستم این هفته هم نیام که مزاحم شما نشم با صدای خرابم، ولی دیدم که 2 هفته پشت سر هم اگر نیام ممکنه دوباره به قول شنونده عزیزی که گفتن حقوقت رو کم میکنم، دیگه مجبور شدم بیام در خدمت شما عزیزان باشم. امیدوارم که میبخشید چون من سرمای شدید خورده بودم و صدام هنوز راه خودش رو پیدا نکرده که برگرده. مسئله دیگری که سر زبان ها بود و صفحه های بالای صفحه های روزنامه ها رو پر کرده بود این بود که آقای اوباما رئیس جمهور امریکا در دعای ملی امریکا در سنا شرکت کرده بودند و صحبت‌های جالبی کرده بودن و یکی از صحبت‌هاشون که خیلی مورد توجه خیلی ها قرار گرفت و مورد سرزنش خیلی های دیگر این بود که ایشون فرمودن که امریکا یکی از مذهبی ترین کشورهای دنیاست و همه به زیبایی دارن مذهب خودشون رو اینجا پرکتیس میکنن، عمل میکنن، به کلیساهایی که مخصوص مذهب خودشونه دارن میرن. حتی مذهبهای متفاوت در امریکا میان و جای خوبی برای رشد پیدا میکنن. ولی تنها فرق اینه که پدران ما انقدر سیاست و عقل و دانش داشتن و پایه‌گذاران بسیار عاقلی بودن که دین رو از سیاست جدا بکنن و بگذارن که هر کسی به دین خودش، عیسی به دین خود، موسی به دین خود و همه بتونن به زیبایی در کنار هم دیگه زندگی بکنن و اینکه دین دیگران رو مسخره بکنیم و به تمسخر بکشیم و راجبش بد صحبت بکنیم یک چیزیه که جزو خصایص و خصوصیات امریکایی نیست و بیایید و این رو شروع نکنیم، چون این خصوصیتیه که پدران عاقل ما خواستن که ما از اون دوری بگزینیم و در اون خودمون رو درگیر نکنیم. یکی از صحبت‌های جالبی بود که انجام شد در امریکا و خب همینطور که ایشون خیلی مخالف دارن، خیلی ها مخالف این حرف بودن و ایشون رو به گونه‌ای طرفدار مسلمان ها میدونن و خیلی ها هم که موافق ایشون هستن از این حرف ایشون استقبال کردن که هیچ ربطی به طرفداری از هیچ دینی نداشته این صحبت و بلکه حقیقتی رو آشکار می‌کرده که حقیقتی است که وجود داره و برای همینه که ما می‌بینیم که خیلی ها اتفاقاً جالب یک دوستی بعد از این سخنرانی آقای اوباما مطلبی رو فرستاده بودن که جالب بود
این بود که نوشته بودن که مسلمان ها در ایران خوشحال نیستن، مسلمان ها در مصر خوشحال نیستن، مسلمان ها در سوریه خوشحال نیستن، مسلمان ها در عربستان سعودی خوشحال نیستن، مسلمان ها در امریکا خوشحال هستن، مسلمان ها در استرالیا خوشحال هستن. بنابراین جالبه که ببینیم در کشورهایی که یک مقدار فضای سیاسی باز هست، همه ادیان میتونن خوشحالتر باشن در اون و زندگی بهتری رو بگذرونن. شنونده عزیزی پای خط داریم، اگر دوست دارید صداتون شنیده بشه بفرمایید. خواهش میکنم. روز خوش. بله، انشالله که حرفی که میزنم برای اولا چند نفر جالب. ببخشید من صدای شما رو ندارم. من نمیدونم چی کار کنم. یک لحظه گوشی خدمت. بله. شاید هدفون من باشه، اجازه بدید من هدفون رو عوض کنم، شاید بتونم صداتون رو. الان شما صدای من نداری؟ بفرمایید. بله، عرضم به حضورتون که بارها اتفاق افتاده که ما به اصطلاح تمرین دموکراسی میکردیم تو این برنامه و گفتیم که هر کسی عقیده‌ای داره و هر کسی هم حالا تایتل نمیدونم به فارسی چی میشه ولی بکنم مسئول عقیده خودشه یعنی. ولی از طرف دیگه همیشه تو ذهن من بوده که بالاخره یه جایی یک تفاوتی باید بین چیزا قائل شد و یه حد و حدودی رو مشخص کرد. برای مثال باید تشخیص بدیم که فرق بین یک گلی که بوی خوب داره و یه سبز آشغالی که بوی بد داره، اینا هر دوشون بوئن، ولی اون بوی سبز آشغال بده و اون گله بوی خوبیه. بنابراین نمیتونیم بگیم هر دوشون یه حق دارن و یه به اصطلاح حق و حقوق دارن و باید هر دوشون یک جور رفتار کرد. شما این رو برای خودتون میتونید تصمیم بگیرید، ولی آیا میتونید به همه بخواید بیاید بگید که فقط گل خوشبوه و آشغال بدبوه؟ این حق رو به خودتون میدین؟ بگم موضوع همینه که ببین ای بابا پس چی داریم ما با هم دیگه میگیم؟ اگر بین من و شما با هم دیگه ما توافق نداریم که بوی سبز آشغال خوبه یا بده، پس خیلی بابا از هم دوریم. بهتره که اصلا با هم دیگه سعی نکنیم که یک به اصطلاح چیز رو شروع بکنیم یا با هم دیگه به اصطلاح یه عمل انجام بدیم، برای اینکه درسته که نمیشه گفت حرف کی درسته حرف کی غلطه، ولی به هر حال یه حد و حدودی هم هست برای کسی که میخواد بگه حرف من درسته و حرف همه کسای دیگه غلطه و اینی که باید همه بیان دنبال من باشن و ارزم به حضور اگر نباشن آدمای درستی نیستن و نمیدونم دشمن هستن و فلان. خب حالا شما سوالی در این زمینه دارید؟ من میخوام تشویق کنم که در این مورد یه مقداری فکر کنیم و صحبت کنیم، به این راحتی نگیم که هر کسی یه عقیده‌ای داره و رها کنیم موضوع. نه اینجوری نیست. یه دی واقعا اجازه ندارن در محیط دموکراسی بیان آزادانه صحبت کنن ولی همه رو چیز بکنن، همه رو به اصطلاح دشمن بنامن یا به اصطلاح نادرست بنامن غیر از خودش. این اجازه رو کی در حالی که بهشون بده؟ دموکراسی به این اجازه رو داده. خب این اجازه رو داده و همه دارن حق خودشون رو بیان میکنن. حالا من و شما جامون در اینجا چیه که بخوایم این اجازه رو به کسی بدیم یا از کسی بگیریم؟ خب حالا پس ببینید در من و شما هم یه دیکتاتور کوچولو خوابیده که میخواد هیچکی حرفشو نزنه. خب بله اونم هست که ما میخوایم بگیم که بابا جان اگر یه چیزی درسته یه چیزی نده، من پشت اون چیز درست وامیستم و مصر و قوی هم وامیستم. حالا اسم من میخواد بگذاری دیکتاتور یا دموکرات فرقی نمیکنه، ولی در یه چیزایی هست که آدم باید
درست و نادرست رو تشخیص بده. ممکنه همینجوری مثل- رها کنیم بگیم که هر کسی هر جوری هست و نمیدونم این قضاوت شماست و فلان. فکر نمی کنم به جای درستی برسیم. من میخوام اتفاقا به یک محدوده و یه حدود و نقطه مشخصی برسیم که اگر شما معتقد هستی به دموکراسی، پس از کسی هم نباید ایراد بگیری و هم آزادن بیان و برن. ولی اگه اومدی تو محیطی که دموکراسی هست و به غیر از یک چیز به چیزهای بیشتر اعتقاد دارن و تو هم اجازه نداری که فقط به یه چیز اعتقاد داشته باشی و دیگران نفی کنی که شما اگر به این چیزی که من اعتقاد ندارم اعتقاد نداشته باشید، کارتون درست نیستش. امیدوارم منظورم رو رسونده باشم. والا منظورتون رو رسوندین، ولی متاسفانه من موافقت نمی کنم با شما در این مسئله، برای اینکه من فکر می کنم در یک همچین محیطی هست که هر کسی میتونه از عقل خودش استفاده بکنه و تصمیم بگیره اون چیزی که میشنوه کدومش درسته قبول بکنه، کدومش درست نیست قبول نکنه. اینکه من و شما و امثال ما، من و شمای نوعی، بیان میکروفون ها رو بر روی عقاید مختلف که من و شما رو جزو خودشون نمیدونن ببندیم، من فکر میکنم این کار درستی نیست. کاریه که داره در کشورهای ما اتفاق میفته و برای همین ما اینجا هستیم. با سپاس از تلفن شما. بله خواهش. مرسی از برنامه‌تون، زحمت میکشید، مخصوصا که مریضم هست. خواهش میکنم. خدا. با سپاس. خدا نگهدار. در به هر حال دلیل اینکه ما اومدیم و این ور نشستیم و داریم هر اون چه که دلمون میخواد رو میگیم، یک ارزشی هم براش باید قائل باشیم و ارزشش هم اینه که بگذاریم دیگران هم چیزایی رو که ما نمیخوایم بشنویم رو بگن. ولی خب هر شنونده‌ای باید عاقل باشه و در این فقط در این نوع محیط هست که انسان‌ها میتونن یاد بگیرن برای خودشون تصمیم بگیرن، وگرنه خب در جوامع در حال توسعه و یا کشورهایی که هنوز به اینجا نرسیدن شهروندانشون، خب این مسائلی هست که میبینیم دیگه. برای همینم به هر حال خیلی ها بار سفر رو میبندن و از کشوری که زادگاهشونه و کشوری که دوست دارن و جایی که خاکشونه بلند میشن و به جای دیگر دنیا میرن، فقط به خاطر همین احترام به صداهاست، احترام به عقاید و عقاید متفاوته. حالا چه من قبول داشته باشم اون عقیده رو، چه من قبول نداشته باشم، به هر حال همین است که هست. باری صحبت آقای اوباما رو در صبحانه دعای ملی امریکا صحبت کردیم راجبش و روز 6 فوریه مصادف بود با روز جهانی مبارزه با ناقص‌سازی جنسی زنان. مطابق آماری که به دست اومده در سال 2005 در جهان بیش از 130 میلیون نفر دختران رو ختنه کردن و سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که سالانه 2 میلیون و روزانه 6,000 دختر از بدو تولد تا قبل از بلوغ در جهان ختنه میشن. به طور کلی در زمان ختنه کردن دختران و زنان پوسته‌ای رو از مجرای ادرار و قرار داره در وجینال قرار داره که به نام کلیتوریس نامیده میشه، این قسمت رو میبرن با توجه به اینکه این مرکز تحریک جنسی زنان هست. طبیعیه که با بریدن این بخش اونها تا آخر عمر تا حدودی از بهره‌گیری از لذت جنسی محروم میشن و گزارش منتشر شده یونسکو در سال 2005 ختنه زنان رو اینطور تعریف میکنه که ختنه زنان بریدن تمام یا بخش بیرونی از قسمت آلت تناسلی زنان
به دلایل فرهنگی یا غیر درمانیه که بسیاری از کشورها صورت میگیره. با وجود ناقص‌سازی جنسی زنها در ایران برای اولین بار در اوایل دهه 80 و در خلال مصاحبه‌ها و گزارش‌های بسیار کم و محدود از زنانی که به مناطق سفر می‌کردند یا بومی بودند اعلام شد. همین گزارش‌ها کمک کرد تا سایر زنان به این موضوع حساس بشن، پژوهش‌هایی در این زمینه صورت بگیره در ایران که تاکنون حدود 10 پژوهش دانشگاهی با محوریت آماری و حقوقی در دانشگاه ایران به ثبت رسیده. پژوهش‌های آماری نشان میدن که در استان‌های کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و هرمزگان عمل ناقص‌سازی جنس زنان هنوز زنده و پابرجاست. پژوهش‌ها و گزارش‌های غیر رسمی هم اعلام می‌کنند که سایر استان‌ها در ایلام و لرستان هم درگیر این مسئله هستند. البته این 6 استان تا کنون مورد مطالعه قرار گرفتن و سایر نقاط ایران اطلاعاتی از اون در دست نیست. خانم دکتر فاطمه نوروزیان که مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس هستند، در سال 1392 گفتند که در طی 15 تا 20 سال گذشته موارد ختنه زنان در بندرهای متفاوت مشاهده شده که تنها در قسمت‌هایی از این بندرها بوده که ختنه زنها امری عادی بوده و مرتباً صورت می‌گرفته. این عمل یک کار غلط از نظر اخلاقی، شرعی، پزشکی و بهداشتیه، اگرچه بدونیم که کسانی که این کارها رو انجام میدن از این کار اونها جلوگیری خواهیم کرد، ولی متاسفانه نمیدونیم در کدام مناطق بیشتره و چه کسانی رو این کار رو انجام میدن. آیا خود والدین این دخترها هستند یا اشخاصی از توی محیط جامعه و گروه‌های مختلف هستند؟ در هر حال در همون 20 سال پیش که این عمل در این بندرها صورت گرفته، یکی از پرسنل مرکز بهداشت در اون مرکز تونست با آموزش و آگاهی به ساکنان این بندرها از پیشرفت و گسترش این عمل جلوگیری بکنه. برای همینه که دانستن این مسائل خیلی مهمه و صحبت کردن راجبش خیلی با ارزش، چون این اطلاعات رو خیلی از اشخاص محلی ندارن و برای همین ادامه میدن این کارهایی رو که حالا رسم بوده. خیلی ها میگن شاید به دین گروهی بستگی داره. اینها رو ما هیچ کدوم نمیدونیم، ولی جالب اینه که اگر مردم از این مسئله آگاهی پیدا بکنن میتونن جلوی اون رو بگیرن و با آگاهیشون میتونن خیلی از دخترهایی رو که جدیداً به دنیا میان از این خطر نجات بدن. خب با من باشید، موزیک دیگری رو با هم گوش میدیم و برمیگردیم. با من باشید.
عاشقان را غالب و رسوا کنی، خود این نمیدانی بانوی ایرانی. وای اگر چشمان مستت وا کنی، زلف پنهان گشته را پیدا کنی، عاشقان را غالب و رسوا کنی، خود این نمیدانی بانوی ایرانی. بانو 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 بانوی ایرانی. بانو 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 بانوی ایرانی. بس که زیبایی فریبایی سزاوار تماشایی، امانت نامسلمانی، امانت نامسلمانی. بس که زیبایی فریبایی سزاوار تماشایی، امانت نامسلمانی، امانت نامسلمانی. تو خود سرشار ایمانی، تو خود سرشار ایمانی، بانوی ایرانی. بانو 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 بانوی ایرانی. بانو بانوی ایرانی. تو آن مهرآفرین پاکی که خود جانباز این خاکی، که گر همراه من باشی ندارم هرگز از اهریمنان باکی. تو خود سرباز میدانی، تو ای بانوی ایرانی. بانو 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 بانوی ایرانی. بانو بانو بانوی ایرانی. پرده بردار از رخ ای بانوی ایرانی. پرده بردار از رخ ای بانوی ایرانی. وای از این معشوق بازی‌های پنهانی، وای از این معشوق بازی‌های پنهانی. پریشان کن سر زلف سیاهت، پریشان کن سر زلف سیاهت، گیسوانت را رها کن در پریشانی، گیسوانت را رها کن در پریشانی. بانوی ایرانی. بانو 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 بانوی ایرانی. بانو بانو بانوی ایرانی. بانوی ایرانی با صدای همای که از یکی از آلبوم های جدیدتر ایشون هست. در این رابطه دیروز روز 6 فوریه بحث زیادی بود در مورد ناقص‌سازی زنان و خیلی ها بر این بحث بودن که شاید این یک مسئله‌ایه که در دین وجود داره و شاید در دین اسلام این وجود داره و با اینکه در کشورهای آفریقایی هم انجام میشه، ولی خب نظرات متفاوت بود.
ولی در یک تحقیقی نشون میده که علمای اسلام در خصوص ختنه زنها با هم توافق نظر ندارن. برخی ها میگن که حکم الزام آوری در این زمینه وجود نداره، اما برخی دیگه به ذکر ختنه زنان در حدیث ها اشاره میکنن و بنا به گفته سامی زیب ابوحسلیه، متخصص فلسطینی سوئیسی که قوانین اسلامی رو در مورد ختنه اینطور بازگو میکنه. میگه روایتی که غالباً ذکر میشه در خصوص بحثی میان حضرت محمد و ام حبیبه یا ام عطیه است. این زن که به عنوان ختنه کننده زنان برده شناخته میشد، جزء گروهی از زنانی بود که با حضرت محمد هجرت کرده بودند. زمانی که پیامبر او را دید از او پرسید آیا هنوز هم شغل سابق را داری؟ او گفت آری، مگر اینکه حرام باشد و مرا از آن باز دارید. پیامبر اسلام پاسخ داد نه، بلکه حلال است، نزدیک بیا تا چیزی یادت دهم. به هنگام ختنه دختران افراط مکن و کم بردار که برای چهره‌اش شادابتر و نزد همسرش لذت بخشتر است. ابو سهلیه همچنین از پیامبر نقل می کند ختنه برای مردان سنت و برای زنان کرامت و شایستگی است. اگرچه برخی روحانیان میگن ختنه برای زنان واجب نیست، برخی دیگر میگن واجبه. یکی از رهبران مذهبی این گونه توضیح میده: اسلام ختنه سنت را اجازه میدهد. آنچه در اسلام حرام است ختنه فرعونی است. دیگران از جمله رئیس سابق دانشگاه الزهرا بیان میکنن از اونجا که پیامبر ختنه زنان را حرام نکرده پس مجاز است و حداقل این است که نمیتوان اون را ممنوع کرد. به طور خلاصه بعضی از روحانیان ناقص‌سازی جنسی زنان را به عنوان یک عمل کهنه و منسوخ محکوم میکنن و برخی اون رو میپذیرن و برخی دیگر اون رو واجب میدونن. تفسیر متون دینی وظیفه روحانیان و نه محققین و فعالان در زمینه ختنه زنان هست. تمایل خاصی وجود داره که تفسیر لیبرال از اسلام یا واقعیتی که زنان در مناطق اسلامی با اون روبرو هستند اشتباه گرفته بشه. برای مقابله با ختنه زنان به عنوان یک رویه لازم پذیرفته بشه که اسلام چیزی بیش از یک متن مکتوب نیست. این کتاب نیست که کلیتورس زنان رو قطع میکنه، بلکه تفاسیر این کتابه که به ناقص‌سازی جنسی زنها کمک میکنه و کمک کرده. شواهدی وجود داره مبنی بر اینکه ناقص‌سازی زنها در خاورمیانه عربی یک پدیده گسترده است. برای مثال هاسکن اشاره میکنه که همه زنها در منطقه خلیج فارس به طور سنتی ختنه میشدن. دولت‌های عربی از رسیدگی به این مشکل سرباز میزنن. اونها ترجیح میدن که فقدان آمار سبب بشه سازمان‌های بین المللی به این نتیجه برسن که این مشکل در قلمروی اونها وجود نداره. مشورت با روحانیان اسلامی در مورد ختنه دختران در جوامع مسلمان کافی نیست. این مثل اینه که از آشپز بپرسن آیا مهمونها غذا رو دوست داشتن یا نه. آژانس‌های سازمان ملل هم در منطقه آمار ختنه زنان رو با بیان اینکه جمع‌آوری چنین اطلاعاتی در زمره وظایف اونهاست نادیده میگیرن. به هر حال این یک مشکلی هست که کشورهای غربی و سازمانهای حقوق بشری باید بکوشند که این دیوار سکوت و استبداد رو به گونه‌ای بشکنن، برای اینکه خود اشخاص اون منطقه به هیچ وجه قادر نیستن و نمیخوان و نخواستش رو دارن و نه قادر هستن که از این معضل گذر کنن. در هر حال این روز رو سازمان ملل به نام روز مبارزه با ناقص‌سازی زنان اعلام کرده و خیلی از زنان و فمینیست‌های دنیا از اون استقبال کردن و اون رو یک پدیده خوبی میدونن که بشه به دخترها، زنان و جوانان اون منطقه کمک کرد که زیر بار این
درد و این آزار نرن. خب مسئله دیگری که در این روز یا در روز 4 فوریه در تاریخ کشور ما هست، اینکه روز 6 در تاریخ سازمان ملل هست، نه در تاریخ ایران. ولی روز 4 فوریه روزی بود که استر شهبانوی یهودی ایران و روزی که خشایار شاه یهودیان رو از توطئه قتل عام نجات داد. خشایارشا که اون شاه وقت ایران بود که بر سرزمینی از هند تا دانوب و از استپ‌های شمال خاوری آسیای میانه تا لیبی حکومت می‌کرد، بعد از اینکه شورش بابل رو که عراق امروز هست فرونشون، در 482 پیش از میلاد تصرف آتن در سال 480 پیش از میلاد و باز گذشت از لشکرکشی به اروپا در 4 فوریه 479 سال پیش از میلاد توسط بانوی ایشون استر از خاندان شاول و یهودی که در شهر همدان مدفون هستند از توطئه هامان بزرگ وزیر خودش برای کشتار اتباع یهودی امپراتوری ایران آگاه شد و همون شب دستور لغو اون رو صادر کرد که به نوشته مورخان یونانی این دستور در 3 روز به سراسر امپراتوری رسید که با وسایل اون زمان رکوردی بسیار بی سابقه بود. طبق کتاب استر که 24 قرن قدمت داره، هامان به دروغ از قول خشایار به شهربانان ایران ابلاغ کرده بود که همه یهودیان از خرد و بزرگ رو بکشن. در اون زمان همه یهودیان جهان از اتباع امپراتوری ایران بودند، در قلمرو این امپراتوری زندگی می‌کردند و در وفاداری ایران به شاه ایران تردید نبود. خشایارشا پسر داریوش کبیر و نوه دختری کوروش بزرگ بود و پس از لغو بخشنامه هامان وی رو به دادگاه سپرد که محاکمه و در شهر شوش که پایتخت اداری ایران در اون زمان بود اعدام شد و از آن زمان تا کنون یهودی ها هر سال مطابق تقویم خودشون به این مناسبت جشن میگیرن که به این جشن به عید پوریم معروف است. و آرامگاه استر در همدان هست، در یک شهر تاریخی هست و هنوز هم اونجا هست و از بین نرفته و همینطوره که یهودیان ایرانی خیلی قبل از بقیه ادیان دیگه در ایران بودن و قدمتشون در ایران خیلی بیشتر از بقیه ماست و اهمیت خاصی داره این مسئله برای خیلی از یهودیان اون منطقه و خود یهودیان ایرانی. خب با من باشید، موزیک دیگری رو گوش میدیم از ابی که شنونده عزیزی هفته پیش از من خواسته بودن که موسیقی از ایشون بگذارم. با من باشید. شب به اون چشمات خواب نرسه، به تو میخوام مهتاب نرسه، بریم اونجا که دیگه به تو دست آفتاب نرسه. عاشقت بودن عشق منه، اینو قلبم فریاد میزنه، گریه مستی داره صدا، این صدای عاشق شدنه.
قصه عشق باز تو صدامه، یه شب مستی با سر رامه، یه نفس بیشتر فاصلمون نیست، چه تم و تابی باز تو شبامه، تو که مهتابی تو شب من، تو که آوازی رو لب من، اومدی موندی شکل دعا توی هر یارب یارب من. شب به اون چشمات خواب نرسه، به تو میخوام مهتاب نرسه، بریم اونجا که دیگه به تو دست آفتاب نرسه. شب به اون چشمات خواب نرسه، به تو میخوام مهتاب نرسه، بریم اونجا که دیگه به تو دست آفتاب نرسه. قصه عشق باز تو صدامه، یه شب مستی با سر رامه، یه نفس بیشتر فاصلمون نیست، چه تب و تابی باز تو شبامه، تو که مهتابی تو شب من، تو که آوازی رو لب من، اومدی موندی شکل دعا توی هر یارب من. شب به اون چشمات خواب نرسه، به تو میخوام مهتاب نرسه، بریم اونجا که دیگه به تو دست آفتاب نرسه. شب به اون چشمات خواب نرسه، به تو میخوام مهتاب نرسه، بریم اونجا که دیگه به تو دست آفتاب نرسه. خب دوستان، باز هم با سپاس از اینکه امروز ساعاتی رو با من هستید و من رو در این راه یاری می کنید. هفته گذشته مخترع لیزر و برنده نوبل فیزیک در امریکا درگذشت، آقای چارلز هارد تاونز، فیزیکدان امریکایی و برنده جایزه نوبل فیزیکی که فرضیه‌شون در اختراع لیزر بود درگذشتن. دانشگاه برکلی کالیفرنیا در وبسایتش اعلام کرد که این استاد عالی مقام دپارتمان فیزیک جانشون رو از دست دادن. چارلز تاونز خودشون گفتن که در سال 1951 روی یکی از نیمکت‌های پارکی در واشنگتن نشسته بودن و فکر ساخت پرتوی خالص نور با امواج کوتاه و فرکانس بالا به ذهنشون رسید. اما بعد در سال 1954 با همکاری دانشجویانشون موفق شدن نسخه اولیه لیزر به نام میزر رو بسازن که با ارسال اشعه‌ها و پرتوهای امواج کوتاه و فرکانس بالا انرژی مایکروویو یا امواج کوتاه رو تقویت و متمرکز می‌کردن. این فیزیکدان 4 سال بعد همراه آرتور شالو شوهر خواهرشون به فکر افتادن به جای امواج انرژی مایکرو اشعه نور اپتیکال و عادی رو متمرکز و تقویت بکنن و به اختراع لیزر و ثبت اون در آموزشگاه بیل موفق شدن. اما اولین لیزر واقعی و چگونگی عمل کرده اون برای اولین بار توسط تئودور میمن، دانشمند دیگری، در سال 1960 به نمایش گذاشته شد.
چارلز تاونز بیشتر تحقیقاتش رو در این زمینه در طی سالهایی که استاد دانشگاه کلمبیا بود انجام داد و سرانجام مشترکاً با 2 دانشمند روسی به نامهای الکساندر پروخوروف و نیکولای باسو برنده جایزه نوبل فیزیک 1964 به همین تحقیقات شدند. در دانشگاه‌های متفاوت ویدیو و CD و شبکه‌های کامپیوتری، دستگاه‌های برنده فلزات و سنگ‌های گران قیمت، استفاده از لیزر در جراحی‌های عمل و چشم، ترسیم و پاک کردن تاتوها بر روی بدن و دستگاه‌های متفاوت در فروشگاه‌ها گرفته که بارکدها رو میخونن برای قیمت، تا استفاده از علم نجوم و ستاره شناسی، ساخت موشک‌های هدایت شده لیزری، تلسکوپ‌های مادون قرمز برای مشاهده و اندازه‌گیری اجرام نورانی در فضا. از نمونه‌های کاربرد این اختراع تاریخی هستند. چارلز تاونز دانشمندی مذهبی بود و اعتقاد داشت که علم و دین میتونن مکمل همدیگه باشن. ایشون در ادامه تحقیقاتشون همراه همکارانشون موفق شدن مولکول‌های پیچیده رو در فضای بین ستاره‌ها کشف کنن و اولین دانشمندی بودن که تونستن جرم سیاه‌چاله عظیم در مرکز کهکشان راه شیری رو اندازه بگیرن. این فیزیکدان طراح سیستم بمباران با استفاده از رادار در جنگ جهانی دوم هم بود. یادشون شاد. و این مخترعین هستن که واقعا دنیای امروز رو به دنیای امروز تبدیل کردن و اون چیزهایی که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم و بهره‌مند بشیم، چه در تکنولوژی، چه در فیزیک و چه در علم پزشکی، رو مدیون این عزیزان هستیم که زندگیشون رو در این راه گذاشتن. با من باشید. نازی ناز کن که نازه یه سر به نازه، نازی ناز کن که دلم پر از نیازه، شب آتیش بازیه چشمای تو یادم نمیره، هر غم پنهون تو یه دنیا رازه. نازی جون باغ تا باشه خورشیده گرد، کپکای مست غروره سینه‌شون نرد، نقش تو نقشه پیچک توی چشم انداز حیوون، من نسیم پاییزم دلم پر از شهر، دلم پر از شهر، دلم پر از شهر. منو با تنهایی و تنها بذار دلم گرفته، روزای آفتابی رو به روم نیار دلم گرفته، نقش من نقشه یه گلدون شکست است، بی گل و آب براموندم توی ایوون بهار، دلم گرفته، دلم گرفته، دلم گرفته.
ناز کن که نازه یه سرو نازه، نازی ناز کن که دلم پر از نیازه. شب آتیش بازیه چشمای تو یادم نمیره، هر غم پنهون تو یه دنیا رازه. منو با تنهاییام تنها بذار، دلم گرفته روزای آفتابی رو بروم نیار، دلم گرفته نقش من نقشه گلدون شکست است، بی گل و آب برا موندن توی ایرون بهار، دلم گرفته دلم گرفته دلم گرفته دلم گرفته. دوستان باز هم با سپاس از اینکه امروز ساعتی رو با من هستید و من رو در این راه یاری میکنید. من خودم چون خیلی دوست دارم که در مورد ریسرچ ها و تحقیقات متفاوت بخونم، فکر کردم بد نیست این تحقیق رو با شما عزیزان شریک بشم. در سال 1938، حالا نمیدونم چند درصد از ما به دنیا اومده بودیم و چند درصد از ما نبودیم. در سال 1938 دانشگاه پزشکی هاروارد تحقیقی رو درباره مردان به تصویب رسوند که بعد از 75 سال این تحقیق هنوز ادامه داره. قرار اصلی این تحقیق پیدا کردن دلایل اصلی یک زندگی بسیار موفق و مفید برای مردها بود. برای این تحقیق طولانی 268 دانشجوی سال اول از همه رشته‌های ورودی که 40 رشته متفاوت بودن انتخاب شدند. از اونها این اجازه گرفته شد که برای سالهای طولانی اونها تحت نظر این گروه تحقیقی باشند. دانشجوها از نظر فیزیکی و روحی خیلی سالم بودن، از نظر موقعیت اقتصادی هم به هر حال از خانواده‌های متمول بودن و هم دانشجویان خانواده فقیر بودن که به خاطر نمرات بالاشون بورسیه تحصیلی گرفته بودن و به دانشگاه هاروارد اومده بودن، به هر حال دستچین شده بودن. مردانی که به طور طبیعی شانس موفقیت و عمر طولانی براشون به هر حال پیش بینی میشد. قرار شد که هر ساله موقعیت زندگی این گروه از مردها مثل شغلشون، سلامت فیزیکیشون، عادتهای رفتاریشون، سرگرمیهای مورد علاقهشون، ازدواجاتشون، نظرات سیاسیشون همه از طریق یک نظرسنجی کامل ثبت بشه. محقق‌ها حق داشتند که حداقل هر 10 سال با بازدیدهای حضوری موقعیت روحی و روانی این انسان‌ها رو بررسی بکنن. اونها در ضمن حق داشتن به اطلاعات اعضای خانواده و فامیل این مردان تا حد 3 نسل متصل از اونها دسترسی داشته باشن. قدیمی ترین مدیر این پروژه که دکتر جورج ویلند هست، وقتی که مسئولیت این بررسی رو به عهده گرفت 32 سالش بود و حالا ایشون از مرز 80 سالگی گذشتن. عمر این تحقیق که عملاً طولانی ترین در نوع خودش بوده 76 ساله و هنوز هم ادامه داره و شرکت کنندگان این پروژه از اون به عنوان گرانت استادی یاد میکنن
و خیلی هاشون در دهه 90 زندگیشون هستن. هنوز مجموعه بررسی ها به یک جواب تمام و کامل نرسیده، ولی مقدار زیادی از این اطلاعاتی که گردآوری شده این امکان رو داده که بخشی از نتایج کلی این تحقیق رو بشه دید و قابل رویت هست. دکتر والیانت برای نشان دادن دلایل موفقیت مردها و به نوعی راز خوشبختی اونها 10 عامل رو در این دانشجویانه که این سالها دنبال کرده شناسایی کرده. ایشون قبل از ارائه این لیست به این نکته تأکید کردند که ضریب هوشی، موقعیت جسمی، موقعیت اقتصادی خانواده مردها سهم مهمی در وضعیت کنونیشون نداشته. در قدم بعدی ایشون اعلام کردند که موقعیت خیلی مناسبی که مردها در سنین 65 تا 80 سالگی بهش دست پیدا کردن بیشتر از هر چیز متکی بر خصلت صبوری، تحمل سختی‌های بچگی پرمهر و داشتن روابط صمیمانه مثبت اجتماعی به ویژه در سنین 37 سالگی تا 47 سالگی بوده. مهمترین دستاورد این تحقیق اونه که هر چقدر قدرت و توانایی برقراری رابطه‌ای صمیمی و صادقانه در زندگی مردها بیشتر باشه، احتمال اینکه از سرانجامی موفق و مثبت برخوردار بشن بیشتر بوده. تأثیر بی‌نظیر رابطه عاطفی صمیمی در زندگی مردها نشون داده مردها زندگی پرنشاط و موفق‌تری دارند اگر 1. در رابطه عاطفی دوست داشتنی با یکی از برادرها و خواهران خود برقرار کرده باشند. 2. در خانه متحد و متکی به هم زندگی کرده باشند. 3. مادران دلسوز و مهربان و مراقب و پرمهری داشتند در بچگی. 4. قادر به ایجاد یک رابطه زناشویی دلپذیر بودند و اینها مردانی بودند که تونستن به موفقیت‌های متفاوت اجتماعی دسترسی پیدا کنن با این نوع خصوصیات. با من باشید. قلب تو قلب پرنده، پوست تم و پوست شیر، زندون تنو رها کن ای پرنده، پر بگیر. اونور جنگل تن سبز، پشت دشت سر به دامن، اونور روزای تاریک، پشت نیم شبای روشن، برای باور بودن جایی باید باشه، باید برای لمس تن عشق کسی باید باشه، باید که سر خستگیاتو به روی سینه بگیره، برای دل واپسی‌هات واسه سادگیت بمیره. قلب تو قلب پرنده، پوست تم و پوست شیر، زندون تنو رها کن ای پرنده، پر بگیر.
حرف تنهایی قدیمی اما تلخ و سینه سوزه، اولین و آخرین حرف هر روز و هنوزه. تنهایی شاید یه راهیه تا بی نهایت، قصه همیشه تکرار، هجرت و هجرت. اما تو این راه که هر راه جز هجوم خار و خس نیست، کسی شاید باشه، شاید کسی که دستاش قفس نیست. قلب تو قلب پرنده، پوست تم و پوست شیر، زندون تنو رها کن ای پرنده، پر بگیر. خب فستیوال فیلم برلن هم شروع شده که یکی از فستیوال‌های بسیار معتبر هست. 65مین دوره فستیوال فیلم برلن روز پنجشنبه کار خودش رو آغاز کرد که یکی از مهمترین رویدادهای سینمایی محسوب میشه و همیشه مورد توجه فیلمسازای ایرانی بوده تا بتونن دست کم با حضور خودشون مهر تاییدی بر کیفیت کارهایی که در ایران انجام میدن بگیرن. برخلاف چند دوره گذشته حضور چشمگیری داشتن سینماگران ایران در این 65مین فستیوال. فیلم های حاضر در این دوره از جشنواره برلن با حضور هیئت داوران و دستاندرکاران فیلم های حاضر در بخش های متفاوت شروع شده. اهالی سینما در حالی پا بر روی فرش قرمز گذاشتن که در بین اونها 19 فیلم بخش رقابت اصلی برای کسب خرس طلایی یا فیلم سینمای ایران رو نمایندگی میکنه. جشنواره فیلم برلن موسوم به برلیناله امسال پذیرای 3 فیلم ایرانی در بخش‌های مختلف که 2 فیلم از ورود به گردونه جشنواره فیلم فجر که همزمان با جشنواره فیلم برلن در حال برگزاری خط خوردن. مادر قلب اتمی، کاری از علی احمدزاده که برای حضور در بخش فروم جشنواره برلن انتخاب شده، فیلمیه که امسال در جشنواره فجر به مذاق کسی خوش نیامده و حضور در اون رقابت رو از دست داد. پگاه آهنگرانی، محمد رضا گلزار و ترانه علی دوستی در این فیلم نقش ایفا میکنن. پریدن از ارتفاع کم، اولین فیلم بلند حامد رجبی، نام ایران رو در بخش پانورامای جشنواره برلن نمایندگی میکنه. این فیلم داستان دختر جوانیه که سعی در پنهان کردن مرگ جنین 4 ماهش داره. نگار جواهریان، رامین رامبد جوان بازیگرهای اصلی این فیلم هستند. اما تاکسی، آخرین ساخته جعفر پناهی، در پخش مسابقه جشنواره برلن حضور داره. این فیلم که مثل ساخته‌های قبلی آقای پناهی چارچوبی مستندگونه داره، داستان روبرو شدن یک راننده تاکسی با مسافران خودش رو روایت میکنه. داستان تاکسی رو جعفر پناهی نوشته و خودش هم نقش اصلیش رو در اون بازی میکنه، یعنی نقش راننده رو. آقای پناهی 2 سال پیش در 63مین دوره این جشنواره با فیلم پرده در بخش مسابقه برنده جایزه بهترین فیلم نامه شد، اما در حواشی این جشنواره برخی از فیلمسازان ایرانی انتخاب تاکسی از سوی هیئت انتخاب این دوره
از جشنواره رو یک مسئله سیاسی میدونن و دلیل اون رو عدم توجه هیئت انتخاب به فیلم‌هایی دونستن که به نظر اونها شایستگیشون برای حضور در جشنواره فیلم برلین از آخرین ساخته جعفر پناهی بیشتر بوده. آقای پناهی پس از حوادث انتخابات سال 1388 دستگیر شدن. دادگاهیشون رو به مدت 20 سال از فیلم سازی محروم کرد. ایشون فیلم‌های پرده، این یک فیلم نیست و تاکسی رو بعد از محرومیت از فیلم سازی و در سکوت خبری ساختن و با هر سه فیلم موفق به راهیابی به رقابت‌های بین المللی شدن. در هر حال جالب این نوع کارهایی که در فیلمسازان ما انجام میدن، حتی بعد از اینکه این حق ازشون گرفته میشه که بتونن فیلمی تهیه بکنند و در اختیار دوستدارانشون بگذارن. در حال آرزوی موفقیت داریم برای بیشتر این فیلم ها و امیدواریم که به جایی که باید برسن. خب داریم به نظر میاد که به نوروز هم نزدیک میشیم و همونطور که میدونید ساکلر گالری، سمیتسونیان ساکلر گالری همیشه برنامه نوروزی داره و امسال هم یادمون نره که به این برنامه نوروزی بریم، به خصوص اگر بچه دارید، اگر نوه دارید، اگر نتیجه دارید. اونها واقعا از این برنامه لذت میبرن چون کاری بسیار زیبا و دوست داشتنیه و در وسعت بزرگی انجام میشه این کار. و همینطور فردا در سمیتسونیان فریر گالری فیلم بهمن محسنی که یک داکیومنتری هست